سلام، من فاطمه هستم و این سانس اول قسمت 49 سریال شربت زغال‌اخته از دیزیباز گروه کاناپ است. همزمان با پخشش در ترکیه و جلوتر از همه جا. نیلای بعد از گفتن اینکه پدر بچه مصطفی نیست همه رو نفرین میکنه، با عصبانیت به اتاقش میره تا وسایلش رو جمع کنه. حالا عبدالله بد میشه و همه سراسیمه دور اون جمع میشن. دعا نیلای رو در حال رفتن میبینه و جلوشو میگیره و میگه کجا داری میری؟ تو این سرما به بچت فکر کن. مصطفی به نیلای میگه ویزا بره. دعا اونو هم سرزنش میکنه و میگه دلت برای بچه نمیسوزه؟ مصطفی میگه باباش هر کیه به فکرش باشه. فاتح به دعا میگه وقتی مسئله زنان هر طور شده ازشون دفاع میکنی چیکار کنیم؟ اینجا نگهش داریم؟ دعا میگه اون بچه رو 1 ساعت پیش دوست داشتی، همه چی نسبت خونیه. فاتح میگه دقیقاً همینطوره. پنبه بعد از رسیدگی به عبدالله سراغ مصطفی میره و از اون میخواد همه چیزو تعریف کنه و با شنیدن ماجرا میگه خدا لطف کرده بچه دار شده. نیلای هیچ وقت بهت خیانت نمیکنه. اما مصطفی مطمئنه و میگه حرفای نیلای زولکر رو شنیده، اما پنبه اصلا قانع نمیشه. در این بین پنبه میفهمه زولکر فامیل نیلای و جا میخوره. اونا زولکر رو صدا میزنن و ازش میپرسن نیلای در مورد چی با اون صحبت کرده و زولکر میگه میخواست طلاهای بچه رو بفروشه و یه کاری شروع کنه. اینو داشت میگفت. نیلای که جایی برای رفتن نداره به در خونه نورسما میره و با گریه در میزنه، اما نورسما از ترس مادرش در رو به روی اون باز نمیکنه. زوم از نیلای تو راه پله میبینه و با دیدن حالشون رو به خونه میبره. متهان و مهری هم دیگر رو میبینن و متهان از اون میپرسه ازم ناراحتی؟ مهری میگه نه و از متهان میپرسه به خاطر با حجاب بودنمه. متهان میگه قضیه عشق که این چیزا سرش نمیشه. بعد از مهری میپرسه همچنان با هم دوستن و مهری جواب مثبت میده. ارطغرل آذرخش رو به ساختمان خیریه میبره و اونو با کارکنان و بخشای مختلف آشنا میکنه. یکی از کارکنان به نام آیشه با دیدن صمیمیت ارطغرل و آذرخش مضطرب میشه. وقتی آذرخش میخواد اونجا رو ترک کنه، آیشه با ترس بهش نزدیک میشه و میگه مراقب خودتون باشید، ارطغرل آدمی که به نظر میاد نیست. آذرخش شوکه میشه، اما آیشه توضیح بیشتری نمیده و زود از اون دور میشه. گوکان برادر گورکم که تو مهمونی خیریه با چیمن آشنا شده به بهانه معرفی یه مددجو با اون قرار میذاره و با یه دسته گل به دیدنش میره. چیمن که خبر نداره گوکان زن و 2 بچه داره از اون خوشش اومده و از هم صحبتی با اون ذوق زده است. ثم از تو خونه نیلایو به خاطر اینکه نمونده و با مصطفی صحبت نکرده سرزنش میکنه. نیلای میگه وقتی این تهمت بزرگ رو بهش زدن از عصبانیت اون حرفا رو زد. ثم میگه نیلای راستشو به من بگو، چه قضیه‌ای هست؟ نیلای میگه خدا نکنه من جز شوهرم به کسی نگاه میکنم. شب آذرخش از شعله میپرسه رابطش با عبدالله به کجا رسیده و شعله میگه منتظر حالش خوب شه و کارای طلاق رو پیگیری کنه. آذرخش مطمئنه پنبه هیچ وقت از شوهرش جدا نمیشه و به شعله میگه بازم ضربه میخوره. آذرخش هم از نیلای میخواد با مصطفی صحبت کنه و مشکلشون رو حل کنه و میگه حیف زندگی مشترکشون با یه بدگمانی بی‌پایه تموم بشه. بعد از رفتن آذرخش نیلای میگه اینم عاشق نصیحت کردن، امروزم اینجوری خودش رو راضی کرد بیچاره. فاتح از دعا میخواد زودتر تصمیمشو بگیره و تکلیف زندگیشون رو روشن کنه. اون میگه دیگه نمیتونم این جنگ سرد رو ادامه بدم، من باختم. دعا از پافشاری فاتح خیلی ناراحت میشه. عامر برای صحبت در مورد کار به دیدن گورکم رفته و اونا مشغول صحبت میشن و گورکم کمی از زندگیش و سختگیری خانوادش برای عامر حرف میزنه و دلیل محجبه بودنش در کنار خانوادش رو توضیح میده و عامر اونو درک میکنه. گورکم با دیدن صمیمیت خواهرش و عامر به دفتر پدرش میره و میگه بهتره به فکر ازدواج گورکم باشن چون از حد و حدودش گذشته. دعا به دیدن شعله میره و میگه فاتح میخواد از اون جدا بشه و شعله میگه مگه همینو نمیخواستی؟ بره به سلامت. اما وقتی بغض دعا رو میبینه جا میخوره و میگه تو نمیخوای جدا شی. دعا با گریه میگه نمیدونم، گاهی ازش متنفرم، گاهی انقدر دوستش دارم که. شعله میگه باید ببینی میتونی همه چی رو فراموش کنی و پشت سر بذاری یا نه. اول به خودت فکر کن. آذرخش که فکرش مشغول حرفای آیشه شده فردا تو خیریه دنبال اون میگرده، اما پیداش نمیکنه و میفهمه از اونجا رفته و شکش بیشتر میشه. سمز به مصطفی زنگ میزنه و از اون میخواد همدیگه رو ببینن و مصطفی که خیلی سمز رو دوست داره روی اونو زمین نمیندازه. سمز مصطفی رو به خاطر تهمتی که به زنش زده سرزنش میکنه و میگه زندگی پر از معجزه است و شاید بچه اونم یکی از این معجزه ها باشه، اما مصطفی میگه باور نمیکنه اتفاق خوبی تو زندگیش افتاده باشه. سمز از اون میخواد با نیلای صحبت کنه. چیمن با مهری در مورد گوکان حرف میزنه و از پختگی و مردونگیش تعریف میکنه و میگه خیلی تحت تاثیر قرار گرفته. در طرف دیگه گوکان با بی‌اعتنایی و بی‌حوصلگی با همسرش که تمام وقتش با بچه‌اش میگذره صحبت میکنه.
شب دعا با بغض به فاتح میگه فاتح من نمیخوام برم، خیلی دوستت دارم. فاتح از خوشحالی دعا رو در آغوش میگیره و به دعا قول میده هر کاری برای خوشبختی اون و دخترش بکنه. دعا میگه فقط یه چیزی میخوام، از اینجا بریم. فاتح میگه میدونی نمیتونم، به خاطر همین ازم میخوای. وقتی ازدواج میکردیم میدونستی قراره اینجا زندگی کنی. دعا میگه اون موقع نمیدونستم مادرت قراره اینجوری با هم رفتار کنه. فاتح عصبی میشه و میگه باز مادر من. دعا با گریه میگه تحمل زندگی اونجا رو نداره و تنها مشکل اونا اون خونه و قوانینشه. فاتح میگه مشکل ما تو ناسازگاری و لجبازی توه. دعا عصبانی میشه. فاتح ادامه میده من یه اشتباه کردم، خودمو کشتم تا تو رو نگه دارم، ولی تو تمام مدت منو له کردی. میفهمی با هم چی کار کردی؟ دعا میگه من همه چی رو فراموش کردم، تو هم بکن، بیا از اینجا بریم. فاتح میگه اگه منو دوست داری اینجا با هم بمون، چون دیگه کاری نمیکنم، خسته شدم. متهان یک کیف پول روی زمین پیدا میکنه و با شماره صاحبش تماس میگیره و وقتی برای تحویل دادن اون میره با دیدن زن میانسال زیبایی که رئیس یه شرکت جا میخوره. اونا با هم قهوه میخورن و شب از طرف آزرا برای متهان یه هدیه تشکر میرسه. اون شب متهان خواب آزرا رو میبینه. اون و آزرا توی رویای اون در آغوش همن. شب مصطفی برای صحبت با نیلای به خونه سمز میره، اما نیلای به اون فرصت حرف زدن نمیده و میگه من با تو چیکار کردم که این رفتار رو با هم کردی؟ میرم تست میدم و ثابت میکنم بچه مال توه. اون وقت من ازت طلاق میگیرم. شب روزگر نورسما رو به خونه میرسونه و جلوی در با شعله روبرو میشه و با طعنه میگه مردی که به خاطر زندگی تو نابود کردی نیست. شعله میگه تو که تمام مدت به من خیانت میکردی نمیتونی اینجوری حرف بزنی. میدونی از چه ناراحتی اینکه ترک شدی. با این حال من بهت خیانت نکردم، دنبال احساساتم رفتم. روزگر میگه آخرش تو ضرر میکنی. عبدالله پیش خانوادش برمیگرده. به توصیه میکنم تا دیر نشده از اشتباهت برگرد. امید اون شب با نگرانی به نورسما میگه امروز هیچ خبری از رئیسش نیست و هر چقدر با اون تماس میگیره جواب نمیده. نورسما از نگرانی زیاد اون تعجب میکنه. فردا وقتی امید به شرکت میره پلیس وارد میشه و تمام مدیران رده بالا رو دستگیر میکنه. وقتی امید به نورسما خبر میده که دستگیر شده نورسما شوکه میشه. عبدالله و شعله با هم ملاقات میکنن و شعله میپرسه کی میتونن رابطه‌شون رو رسمی کنن و از این وضعیت بیرون بیان. عبدالله میگه احتمالاً روند جدایی اونا طولانی بشه و وکیل گفته ممکنه 1 سال طول بکشه. شعله با عصبانیت میگه من نمیتونم به عنوان زن دوم به این رابطه ادامه بدم. عبدالله سعی میکنه مانعش بشه اما شعله از اون جدا میشه و تمام راه به هشدارهایی که دیگران بهش داده بودن فکر میکنه و از اینکه حدس همه در مورد اون درست از آب در اومده خیلی آشفته است. و یه شب دیدن آذرخش میاد و میگه ارطغرل وقتی فهمید میخوام باتون صحبت کنم بیرونم کرد. اون مرد سالهاست بهم تجاوز میکنه، کمک کنید. آذرخش شوکه میشه. دعا فاتح به دیدن وکیل میرن و اون میگه 2 روز دیگه دادگاه دارن و کارشون توی جلسه تموم میشه. فاتح و دعا با بغض برگه‌های طلاق توافقی رو امضا میکنن. شعله به دیدن پنبه میره و میگه فکر کردم 2 تا زن باید با هم صحبت کنیم. ممنون از اینکه با من همراه بودید. خدا نگهدار.